متاسفانه دادگاه همون منطقی رو که از روز اول گرفته بود کمی تغییر داد. در اول احساس میشد که خیلی تلاش میشود که بی‌طرف باشد و فکر اندیشه هر دو طرف رو به نوبت بگیرد، ولی دو مرافع اخیر میبینم که یکمی یک طرفه رفته ایستاده است و اخیرا همه درخواست‌های ما درباره تعیین اکسپرتیزه مالشناسی بکار کرده شد. همچنین دعوت شاهدان ایراوگی و مسئله معین کردن نرخ واقعی بازار در صورت بکار کردن سندهای خرید و فروش آن باید قانون‌گذاری به خریداری با وجدان جبران کرده شود و این معنی را دارد که متاسفانه سود نه در اساس قانون‌های عملی کننده شونده بلکه با نظرگوش دیگر آمریکا تصمیم گرفته شده. به هر صورت فردا روز آخر مرافعه است. امید داریم که سود قرار قانونی خواهد بود و منشأت همه رو به نظر خواهد گرفت. استاد به هر حال در مورد همین ارزش بازار بسیار رد و بدل ها رفتن اینجا. به هر حال تقریبا مثلا از روی ارزیابی شما مثلا چقدر میتونه داشته باشه؟ اکسپرتی که از وزارت عدلیه آمده بود و تنها محصولات ساختمانی استفاده شده را حساب کرد بدون کوفیشنت و بدون نرخ بازاری آن 2,700,000 سومانی برآورد کرد. نه نرخ خرید و فروش، فقط محصولات ساختمانی که در آن صرف شده است، ولی در اینجا باز نرخ خرید و فروش هست، علاوه بر کار انجام شده نرخ زمین هست و از روی نرخ بازار جای گیرشوی خود بازار هم قیمت دارد و کارهای زیادی دیگر اینجا انجام شده است. بعد اینجا فراموش نشود که فقط 2,700,000 سومان این نرخ همون که در تابعیت خود بازار هست، ولی اینجا 102 تا مگزین دیگر کار میکنند که هر کدام از صاحبان آن باز خراجات علاوه کردن و سرتیفیکات استفاده زمین و لیسانس دارند. یعنی اگر در مجموع همه چیز شود یک چیزی اطراف بیشتر از 10 میلیون سومانی باید که نقض شود. استاد قبلتر شده گفتند که یک فکس از کریپس آمده است و بعد اعلام کردن این فکس که مثلا درخواستی چی بود به خانه مشورتی رفت. آیا فکر میکنید که همین درخواست کریپس یا به رفتی همین چی تاثیر رسونده باشد به رفت مرافعه صورتی بعد خانه مشورتی هم دیگر تصمیم؟ من هم شنیدم که گو درباره کدام فکس صحبت سخن رفت، ولی محتوای فکس معلوم نبود. ولی متاسفانه سود نه نسخه نامه‌ای که ما آوردیم از مقامات که این تفتیش بازار و پرونده بعد از همون نامه سر شده بود و نه این مسائل دیگر رو به نظر نگرفت، حتی تمام درخواست‌های ما را رد کرد و چیز بخون جای تاثیر. خب استاد به هر آخرون در تقریبا چقدر صاحبکار کار میکند به غیر اون 102 نفری که نمبر کرد؟ 670 صاحبکار در اونجا مغازه دارن کار میکنن و من فکر نمیکنم که خیلی آسان باشه ویران کردن بازار. شاید که هدف تنها شخص ما هستیم و صاحب ملک رو عوض میکنن و بازار حفظ کنن.